سلام به همه، خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوهای من. امروز قراره با هم دیگه بریم یک جزیره زیبا در شمال هلند به نام جزیره تکسل که به اون تسل هم میگن. خب همونطور که میبینید اول از همه با ماشینمون سوار یک کشتی بزرگ میشیم و یه جای مناسب پارک میکنیم. بعد از اون میریم طبقه بالا که اگر دلمون میخواد یه نوشیدنی یا یه خوردنی مناسب رو تهیه کنیم بخریم و بعد معمولا میریم طبقه بالاتر و دقیقا همینجا نوشیدنیمون رو میخوریم و از صحنه‌ای که میبینیم لذت میبریم. یک آبی بی‌نهایت تمیز و زیبا. خب همینطور که دارین از منظره لذت میبرین، بذارید در مورد جایی که قراره بریم یه توضیحاتی بهتون بدم. ما داریم میریم شهر زیبای کوخ که یکی از شهرهای جزیره تسل هستش. این شهر زیبا حدوداً 1100 نفر جمعیت داره و معمولاً جای بسیار توریستی و شلوغی در فصلهای خوب مثل الانه. خب همونطور که میبینین از کشتی پیاده شدیم و به سمت شهر کوخ رانندگی کردیم. بله، همه جا همینطور که میبینید سبز و زیباست. خب اینم خیابون داونتون این شهره که البته شهر بسیار شهر کوچیک ولی فوق‌العاده خوشگله. یه قدمی تو داونتون زدیم و یه شام خوشمزه خوردیم تا فردا صبح آماده باشیم برای یک روز فوق‌العاده. خب همونطور که میبینید این محله یکی از زیباترین محله ها و میتونم بگم گرونترین محله ها توی جزیره تسل و در شهر کوخ واقع شده. همونطور که میبینید اینها تصاویری که در سمت چپ تصویر میبینید مربوط میشه به ویلاهای بسیار شیکی که پشت این درخت ها تقریبا محصور شدن و مربوط میشه متعلق به در واقع خانواده های تقریبا ثروتمند نه تنها هلند که در حومه کل اروپا و برای فصلهای خوبی مثل الان میان و از ویلاهاشون استفاده میکنن. حداقل قیمت این ویلاها 1,000,000 یورو و بیشتر بستگی به جایی که هستن و متراژشونه. خیلی خوشگله بچه‌ها، هوا فوق‌العاده و ویو بی‌نظیر، یعنی جون میده برای مسافرت فوق‌العاده. همونطور که می‌بینید این درهای ورودی به ویلاهاست و ویلاهای خوشگل پشت درخت‌های سبز زیبا پنهان شدن.